این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. یک قوزه گلم در لب ناوردانه. آغاز گفتار سیوم. شنونده ارجمند، برگردیم به سر اون گل‌هایی که در ادبیات ما تصویر شدند. گل از بنیاد و پیش نظری مردم تاجیک رمز زیبایی، رهایی از درد و الم جامعه، دوستداری و نماد عشق و محبت است. اینه که مامه نسبی مامه گلبرگ با بافتن شیراز پاچه تاقی و بافتن نیمو سر دکانش میخوان، آواز شیرینش راحت بخش بود. صد برگم و صد پاره شدم در غم دوست، بیچاره و رنگزرد شدم در غم دوست. تشبیه هنرمندانه و توصیف عادی و شیرین از افضلیت‌های شعر پدران چشم خط نداشته بوده است. ای کورت گلگون درون گلبرگ، زلفان تو سنبل است رویت صدبرگ. در مصرعی که آمد شما عنوان سنبل را شنیدید. براستی سنبل را دقیق نمی‌شناسند. چه گلی است که جذاب و دلربا توصیف می‌شود، مانند دختر در سرت سنبل داری، سر تا قدمت هزار یک گل داری. چه زیبایی دارد سنبل که به زیبایی چشمان در قیاس می‌رود. چشمان داری سنبل سیراب آخی، کشت تو مرا کافر بیباک آخی. سنبل باید ترک تازه باشد که از آهی به درد و غم آلوده عاشق بسوزد. چه شاعرانه و با آه و علم سروده می شد. آهی بکشم دلی کبوتر سوزه، در سایه سنگ سنبل تر سوزد. یک بار اگر به یاد تو ناله کنم، از ناله من برگ صنوبر سوزه. در ترانه ها و سرودهای مهنتی و مراسمی گل لاله جایگاه خاصه دارد. قبلا باید بگویم که در تل و تپه های گردوانه لاله خیلی زیاد می روید. حتی در بالای بام و سر دیوارها و در بهار الوان برقدر می ماندند. گویا شاعر بازار صابر در صفت خواجه غلطان ما گفته باشد: این کوهی لاله گردن مانند دلبر من، از موج لاله خون گرمی زنانه دارد. این تپه چکم پوش سرخیده تا بناگوش، شرمی زنانه دارد. بچه های دیهات دسته لاله کهک یا لاله خسک می چیدیم که در یک دم برگهایشان می ریخت. هنگام دره و خیرمنکوبی تنین می انداخت ترانه مردمی من داغ. با دو بیتی معمول گندم لاله میان گندم لاله، عاشق شدم به دختری قین لاله. تماشای این منظره برای اون کیفیتی داشت.
بابای عمر و سفر طیف دامنهایشان را برزده دست بیخ گوش میکردند و منداق میزدند. در پشت بویا لها درم کردمه من دارم یا زنانی به داروخانه و سالخوردگان بیت‌های علم‌آورتر می‌خواندند که با سبب تغییر حالت و افزای جامعه از زبان‌ها افتاده است. ای برگ گل لاله تنیدم چادر، بیمار شدم در سر ندارم مادر. به نظر می رسد که شاعر خلق هرچی می بیند به مشاهده می گیرد یا یکی بر دیگری در ابراز و تصحیح اندیشه می افزایند برای آنکه مال دست جمعی‌اند. اینجا از بنفشه می گوییم که استاد شاعران ابو عبدالله رودکی ترنمش کرده در ادبیات مقام پدیدار کرده است. بنفشه با 5 برگک و دلربایی رنگ مفتون کننده است. آن را در ادبیات خلقهای عالم علامت تمرکز فکر و اندیشه میپذیرند. خلق آن را با شیوه و دید خویش تصویر میکنند. ما صدقه شوم بنفشه کوهیره، اکگی و دادری رهدوریره. یا در آهنگ بلیغتر از بنفشه استفاده می شود که خوش آهنگ و دلنواز است. خوش بویی بنفشه در جهان افتاده است، دل در پی یار مهربان افتاده است. در خیروار مردم چنان گفته شد همه انواعی که قابل قیاس است ذخیره شده است. هم زنجبیل و هم نرگس که در یک بیت بیاید از تخیلی برجسته نمایندگی می کنند. 2 زلف سیاه زنجبیل خوش تو، 2 نرگس پرخمار عالم کش تو. خاصیت هایی که مردمان دیگر پذیرفتند خلق تاجیک از آنها بهره دارند. نرگس پرخمار معنی داد شده است. در ادبیات جهان نرگس با بهیسی، کرختی و خواب‌آلودگی توأم دانسته می شود. می گویند که نرگس با وجه خواب و مرگ و تولید در هم بستگی است. در شرق علامت بهار آرزوهای نیک است و پیشامد خوشبختی و شفتگی همیشگی. چی می گوید که خلق در مشاهده بی‌نظیر است. مشاهدهش به دانش مبدل گردیده در احساسش نهفته و به میراث می گذارد. زردالوی در گل غرق را می ستایند. مثل که از دختر زیبای قدرس و دلبر که هوادارانش زیادند و الخوان می شوند، از هین گل زردالو در تشویش می افتد مردم. زیرا گل زردالو نشانی دارد. هین در زیبایی موج می زند و در باغ مانند عروسان به جلوه می آید، البته برف می بارد. آن را برف گل زردالو می گویند. درباره زردالو و زیبایی گلش حاجت سخن کردن نبود. ایجاد خلق در خود همه تجربه را به وسیله دلبرش فاش می کند که پهلوی دیگری روزگار مردم است. مثل دولت خاتون زیل گل زردالو، یک بوسبت به درد دیلم دارو. یا زردالوی زرد جگری بریانم، آرمان دارم آتم شوم مهمانم. وابسته به مکان زیست ایجادگر خلق به همه عالم نباتات توجه دارد. غرمش یا گل رعنای ادبیات اصلاً به کمابی طاقت آور است و در سنگلاخ‌های رودها و جایهای بی آب نیز می روید. یعنی از آیله گلهای سواره پرطاقت می باشد. غرمش تا گل کنو دانه نگیر، بعدی سر ما تو یاری بیگانه نگیر.
و جای دیگر با استفاده واژه معمول لهجه دورگی، یعنی از دور، از جایی که نمایان است، بیتی می سراید که یک جهان معنا دارد. ای دورگی نگاه میکنم بالا را، در مشک سرخکی لوی دریا را. پودینه در حیات دهاتی نه تنها غذای مهم بلکه دارو و درمان نیز بوده است. در اول بهار بیبیم پسان مادرم خوراک آماده میکردند که با نام پودینه جوشک معمول بود و به قول بیبیم خوروک. در لب جوی و ارنب و بادلاخا پودینه دشتی و در حولیمان باغی می سبزیدند. از آنها مواد خوشبوی آماده میکردند که تمام فصلها به غذا همراه کرده میشد. نوشابه و چای نیز تیار میکردند. برای درد سر و جگر و دندان مفید بود. شاید از همین است که در ایجاد مردم نام پودینه یا حلوا فراوان استعمال می شود. در بیت زیر اشاره به نازی و بسیاردان بودن معشوق است. با وجود این همه ناکام بودنش را ثابت کردن است. پودینه به برگ بید پیچان مایه، در بابت عاشقی نادان مایه. در دو بیتی دیگر طنز و تمسخر دیده می شود، مثل که همسایه یا بانوی همسال قدرس و خوشندام شده است و ما را پسند ندارد. پودینه باغ ما شده میوه تر، رو جانب ما داره دل جای دیگر. در برابر پودینه جایگاه مخصوصی برای گشنیز، شیبیت، ریحان و انواع رستنی های خوشبوی و معطر مقرر کردند. تخیلات ساده و عجیبی روشن می شود که بجز از دهاتی در یاد کی می زند؟ شیبیتک و شیبیتک شیبیتکارم، هم بچه احمکیم و هم خوشدارم. طبیعت کشور برای پرورش گیاهای شفابخش مساعد است، خاصه ریحان. در قشلاق به ریحان ارج می نهادند، به خاطر پند حضرت محمد که گفته است در وطنی که ریحان می روید وبا نمی آید. همچنین آگاهی را از سالاران دهش می شنیدیم. در ادبیات پیشین و عنعنه ها ریحان را استوار بر سحر و جادو، ردسازنده پیشامدهای ناگوار و دفاعگر ارواح می شناختند. در طب خلقی برای اشتها، زکام، لت خورده، تب و خستگی به کار می رفت. با وجود آن عاشق از بهترین اشیا از بحر محبت خود می گذرد و ترنم می کند. رخساره تو به ماه تابان ندیهم، یک چشمک تو به گل و ریحان ندیهم. گر وصل تو یک لحظه میسر گردد، بر جمع جهان تخت سلیمان ندیهم. در بیت زیر به بوی گشنیز علاقمند است. شکوه و گیله بیشتر مشاهده می شود و استفاده واژه خلقی ببویی که بهانه را عوض کرده است زیباست. همزمان گیله از آن هست که آبرو و عزتم را ندانسته. اندیشه خاطرم به همین معناست. چنان معمول است به خاطر کسی یا روی خاطر کردن و غیره. در باغ در آمدم به بوی گشنیز، اندیشه خاطرم نکردی هرگز. اینجا به بوی گشنیز یعنی به بهانه گشنیز در آمدم. در ادبیات کلاسیکی گیاه خوشبوی و خوشمزه گشنیز مورد استفاده قرار یافته، اما بوی گشنیزش به معنی اصل است. چنانچه در آثار حکیم نظامی در پند شیرین به خسرو در داد و دانش آمده است. تگرگ کو زند گشنیز بر خاک، رسد خودبوی گشنیزش بر افلاک. چون قبلا ذکر کردم، در پایان خانه ما میدانی پهناور دامن زده بود که بادلاخ و گزی بیشمار داشت. بوته گز از 2 متر بلندتر سبزیده، از ریشه پنجه می کشید و خیلی سخت بود. چوبش در نظر تاب خورده مثل رخپیچ و وزنین بوده، تیاق و هضم خوبی می شد. گلش گلابی رنگ و خوشمانند غولی می نمود. دریافت مقایسه و تشبیه زیبا از هنر سلیقه گوینده‌اش نمانه می باشد. قدت گل و رویت گل و مویت گل گز، در حسرت روی تو بمرد از چند کس. در راه تگ تیپه تا به قشلاق افغاندهی بالا و بالای شهید جان چند بوته گلخار می روید که گلهای خوشبوی زرد داشتند. اما گلخار یا گل خار را با گلهای رنگابرنگ در بالای مزار بزرگ هایی دیدم. آنقدر فراوان که در گرد و گوشه از نکهت و بویش گلستان را می ماند. پس از معاینه به ماهیت بیت زیر سرفهم رفتم. ای کفترک سفید گردنگل خار، گه قطره شبنمی و گه ابری بهار.
اگر لاف بزنیم که مردم عوام کوهستان و تهدشت تاجیک به عنعنه‌های پیشین صداقت می‌ورزیدند مبالغه می‌شد. اما از دوران به دوران دیگر به وسیله خاطره نگاه داشتن آثار پدران از خاصیت‌های مثبت و صداقت بود. به صورت خیلی ساده بیان کردن و به گذشته پیوستن در آفریده‌ها برملاند. به دو بیت متوجه شده به نظر ما موافق خواهید شد. نخست در صفت یار استفاده گل سیاه‌گوش که رمز و گل اول بهار است و آغاز ماه و جلوه نمودن ستاره گرمی. ای خانه برآمد گلک سیاه‌گوشم، این ماه نو و ستاره پرجوشم. کی ثابت میکند که مردم عادی از خاصیت‌های نی آگاه نبودند؟ آنان شاید به آثار جلال‌الدین بلخی شناسایی نداشتند، ولی تمام آثار بزرگوار از مشاهده و تجربه خلق است. اینه که در باب طفلی شیرخواره سخن میگوید از واژه تیتی استفاده میکند مولانا، که در جنوب تاجیکستان تا امروز به معنای لباس کودک استعمال میشود. او میگوید ور ندارد گوش و تیتی میکند، خویشتن را گونگ گیتی میکند. همچنانی که با مثنوی معنوی آشنا نبودیم و نیز نمیدانستیم که در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان، مولوی در اشاره به مردم عوام و طفلان که جمله با شمشیر چوبین جنگشان را تصویر میکند آورده است. جملهشان گشته سوار برنه کین براق ماست یا دلدل پی. شرح پروسد ندارد که ما بچه ها از نی اسب می ساختیم و سوار بچه پراست می تاختیم تا آن دمی که از پا و پر می ماندیم. منظور از کشال دادن سخن همان است که مردمان عادی به بسیار از نازکی های سخن و تصویر افزا سرفهم رفته خیلی با درد و علم می سراییدند. لرزان لرزان برگ نیستان دلمی آزرده شده است از این گلستان دلمی. اگر بخش صفت گلها و استفاده اشان را در زبان مردم خلاصه کنیم، باید به هنر سخن آفری قائل شد. اینه که رخساره معشوقه را می خواهد تفسیف کند، مگر می شود که از رویش به مثال گلی باران زده تر بهتر و خوبتر گفت. یعنی در تشبیه و استعاره شاعر خلق ممسک و بهیمت نیست. در جایی که می سراید ابرو به مثال ماه نو خمزدگی، رخساره مثال گل شبنم زدگی. اگر بیتی که بعدتر خواهیم خواند در نظام جهانبینی و باورهای مردمان قدیم و جدید عالمیان بنگریم و شهر بدهیم، باور ناکردنی است. یعنی چگونه عوام به مفهوم و ماهیت عالمانه و خیلی ژرف دسترسی داشته است، اما چرا دیگران به درکش رسیدن خلق کاندیش ما در کنار بماند. من خواب بودم که یار آمد سحری، پوشیده لباس سبز مانندی پری. استفاده یار و خواب سحری، سبز و پری که رمز و نمادهای زیاد را ifade می کند هنر افزونگری در بیت است. در ادبیات قدیم رنگ سبز سعد است و رمز سبزه گیاه و جاویدانگی است. در صبح توفه سبز آمدن یار هدیه بزرگ است، نشانه اقبال بود. و هم در کتاب‌های مقدس نشانه زمان است که هر کس از کرم پروردگار بهره‌مند و شرفیاب می شود. حالت است که نور هنوز خالص و هیچ چیز هنوز آلوده نیست. شنونده ارجمند، گمان میکنم که تشریح بیشتری گمانم رسیدن به عزت نفس شما خواهد بود. به هر رنگ از دار و درخت بیشتر در ادبیات شفاهی چنار و بید و سیب و سنجید و انار و انگور و توت سر استعمال بوده است. به ویژه چنار که به باورهای خیلی کهن در پیوسته است. در نواحی جنوب کشور در میان رستنی ها چنار افضلیت دارد. اگر از یک سو به مهرپرستی نیاگان میکشد، از طرف دیگر به اقلیم خیلی گرم تهدشت وابستگی دارد. از جمله درختان است که سایه خوب دارد و امکانات گنجاندن آدمان زیاد را در گرد و پیشش. با گرمی تاباور بوده، زود می سبزد. در دهه جوزادره مومن‌آباد چناری است که به زور دست 8-10 کس دست جمعانه با آغوش کنده تنش می رسد. مرکز خاولینگ با موضع چیلچنار و روایت پیرامونی آنها شهرتمند است. چنارها را به چیل دوشیزه نسبت می دهند که از خطر دشمن با خواست خود به درخت تبدیل شدند. چرا به چنار؟ این هم بی سبب نبوده است.
بشبه چنار نماد خورشید در میان رستنی هاست. وابسته به عمر 1000 سالش، تنومندیش و برگانش که بسان پنجه انسانند ستوده و در گلدوزی ها تصویر می شوند. هنیز چنارهای بزرگی که در محل سری خاصار واقع هستند و آن چنار بزرگترینی که در این محل وجود دارد زمان به صفت درسخانه استفاده می شد و می توانست 13-14 نفر در آن بی ملا بگنجند. و شاعر مردمی در مورد چنار می گوید: من خواب بودم تگی چناری او بره، بیدار شدم شاه و گدا می گذرد. این از اشاره به آن است که چنار همه را می بیند. در مدت 1000 سال او صدها هزارها نفر را دیده است که زنده اند و رخت به آن دنیا بستند. ولی باز پهلوهای دیگر نیز دارد چنار. نمیدانم از چی بود که شبانگاه در زیر چنار خوابیدن را اجازت نمیدادند. تاریکی وزنین دارد، برای همین شب سیاهی پخش میکند میگفتند. به هر رنگ درخت نجیبی است که از آن قاشق و کفریز و طبق میتراشیدند. ولی برعکس گفته ها و باورها چنار خیلی زیاد ستوده می شود. خنده های عاشق و معشوق زیر سایه چنار که پناهگاهی مناسب است زیبندند و هم جایهای برگزیده دلدادگان لب چشمه بود و تگ چنار و جای موافق بود تگ چنار در دیوه. و یک ترانه دیگر ذهن می مونیم: کم واقع می شود که کفتر در شاخه چنار نشیمن داشته باشد. صنعت عکس به نظم استفاده می شود که زیبا و پرتراوت و خاص ذهنیتی محل است. تضادها نظر رسند و اون که ترانه فرو رفتن روشن کردن غلطهای لفظی است. اما این طور نیست. برای شناخت ماهیت به هویت و عنعنه فکری مداخله باید کرد. چنانکه در مذهب و در روزگار مخلوق بدنام و بدکار ابلیس و شیطان است. ولی با لفظ شیرین که نشانه تحسین صفت است و فرزندانمان خاصه دخترها مراجعت میکنیم: آ شیطان چه‌ای، آ بلا چه‌ای. و کسی هم علال نمی شود و هم زال که در بسیار مورد مکار و زیرک معنی داد می شود، در جنوب مثبت نیز ارزیابی می گردد. در ترانه خنده معشوق صفت می شود و بیان لحظه های انتظاری که در نگاهش طولانی است خیلی غلطی به تصویر می آید. کفتر به سر چنار من بنده ای تو، بشکفته گل سفید ای خنده ای تو. از احترام به گذشته ها و آیین رسوم پیشین بود که در روزهای جشن آغاز از چله، یعنی شب یلدا، در نوروز و مهرگان در دسترخوان تربوز و سنجید و چیلان، انار و دیگر میوه های خشک را می نهادند که سرخشان شباهت به گرمی و نورهای خورشید و آتش داشت. دارایی دهات گرد و اطراف درخت سنجید نیز بود. بوی معطر همه جا را فرا می گرفت. سر تا به پا پرگل و پسوان پرمیوه بودند درختان که سر به زمین می سودند. تمام تابستان در زیر بوته ها سنجید می خشکید و با حوصله ها آن را جمع می آوردند. از دواهای معمول سنجیدها بود که در ظرف یک شبانه روز می نهادند. هر ساکن خانه می بایست یک پیاله از آن نوش می کرد. برای خفه مفید بود و برای بیماران نیرو می بخشید. و بیشتر مرا بوی گل سنجید خوش می آمد. چون که مردم می سرایند: خوشبو گل سنجید خوشرو گل خار. نه تنها مرا که در آثار مردم دیه ستوده می شدند: ای سیوی سمرقندی را یار آورده، خوشبو گل سنجید شمال آورده. حالت عجیبی در ایجاد مشاهده می شود که خاص ربایی های خلقی است. اوضاع و زمان را بر روش پرندگان دقیق می کنند که تقویم خلقی است. مکان زیست، سراغه، مکان واخوری و حتی افشای راز به وسیله انواع درختان، سیب، چنار، توت، سنجید مجسم می شود و پیوسته وامی خورد. خیلی ساده فهمیدید که معشوقه کیست و وسیله سنجید است. مثل در پشتک خانمان سنجید کلان، من دل به تو دادم سبزی نجوان.
انجام گفتار سیوم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.